برادر میگه که آیا روح و ارواح ها و مرده ها از الله تعالی استغفار میپسند می جای ما یعنی که در حق ما روح و ارواح ها مرده ها عموما چی الله تعالی میگوید که و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. توی از روح میپرسن بگو که روح این از امر پروردگار من و شماها با از علم روح داده نشد الا یعنی بجز کم در چیز. برای همین ما این حقیقت روح نمیدونیم، یعنی برای همین این مرده ها زنده اند نزد الله تعالی به ها بل احیاء عند ربهم یرزقون. مرده ها نزد الله تعالی بیان، یعنی احوال ویهای ما نمیدونیم. چه خیلی که مثلا ما احوال ویهای نمیدونیم و اینچون ویها احوال ما نمیدونند. فهمیدید؟ ویها در از احوال ما خبر ندارند و ما اینچون از احوال های ویها خبر نداریم. یعنی